امروز میخوایم این درباره سگ‌هایی صحبت کنیم که اصلا مناسب آپارتمان نیستن. یعنی اگه بگیریشون بعد 2 هفته میفهمی چه اشتباهی بزرگی کرد. اولین نجات هاسکیه. این رفیق یه موتور جت پشمالوه. انرژیش از صبح تا شب قطع نمیشه. اگه یه جا کم بیاره خودش سرگرمی پیدا میکنه. یعنی چی؟ یعنی مبلتو میذاره تو لیست خوراکیاش. دومین نجات مالاموته. این دیگه نسخه قوی‌تر و سرسخت‌تر هاسکیه. براش آپارتمان یعنی زندان. بهترین جا براش فضای باز و سرده. وگرنه تبدیل میشه به یه بولدوزر داخل خونه. سومین نجات دالمیشنه. اینا انرژیشون وحشتناکه. حوصله‌شون سر بره خلاق میشن. یعنی دیوار سفید رو میکنن بوم نقاشی. تازه با اون صداشون کل ساختمون میفهمن سگداری. و نجات چهارم نجات‌های کانگال یا سرابیه. اینا نگهبان‌های واقعی ان، غول‌های مهربونی ان، ولی برای خونه کوچیک اصلا مناسب نیستن. عددشون زیاده، غریزه‌شون فعاله. بهترین جا براشون باغ، مزرعه یا فضای باز. با پابزی دنیای پتتو بشه.